جونم پیرمرد چه مقاومتی میکنه. خوبه. گفتیم در دهه 80 بحث خودروهای فرسوده و اینا پیش اومد و بحث تلخی بود. پلاک تاریخی. این بحث پلاک تاریخی اصلا از کجا زاییده شد؟ بحث بسیار گسترده‌ایه. قبل از هر چیز بذار بگم هیچ ادعایی من تو هیچ زمینه‌ای ندارم، ولی واقعا ما 3 نفر برای پلاک تاریخی خیلی زحمت کشیدیم و بلافاصله شما دکتر صالح‌خو آقای اسفندی بلافاصله کانون اومد کمک ما. کانون با لابیایی که داشت اصلا کارو فوری جمع کرد. ولی استارتش یه روز دکتر اومد گفت آقا این ستاد تبصره 13 یه طرحی داره، خودروهای فرسوده باید جمع بشن، باعث آلودگی میشن، این صحبت ها. ما باید یه فکری بکنیم. بعد اون موقع بود که واقعا میخوابوندن، میبردن پارکینگ و این شستشوی مغزی که داده بودن به مردم که طرف فکر میکرد BMW 518 دست گلش که خودش از آلمان آورده این فرسوده است، مثل دوست بنده بیوک سنچوریش فرسوده، این باید بده تحویل بده، این اسقاط شه، بره به جاش یک ماشین با کیفیت آنچنانی بخره، اسمم حالا نمیبرم. این ما دیدیم خطره. همین جوریش ما تو جنگ وقتی انقلاب شد بلافاصله کشور وارد جنگ شد، ماشینی به اون صورت وارد نمیشد، ماشینی به اون صورت تولید نمیشد دیگه. رس این ماشین های قبل از انقلاب و مردم کشیده بودن، بیش از حد مستهلک شد، اصلا دیگه ماشین نبود. ما اومدیم گفتیم اگه با این فرمون بره جلو هیچی دیگه نمیمونه. بعد کلیش میشنیدیم این برابر این ماشینا رو در میان تحویل دادن. من خودم آلفا رومئو رو صاحبش میخواست تحویل بده. باور کن سمیر 1 هفته دیرتر رفته بودم آلفا رومئو اسقاط شده بود، اون ماشین نازنین. خب ما خطر رو اینجای کار دیدیم و میدونستیم هم که هفخان رستمه. حالا قبل از اینکه بری جلوتر، این ایده سایده ذهن کسی بود به طور خاص؟ دکتر یه روز اومد گفت که آقا ما باید یه فکری بکنیم، یه سری قوانین هریتیج، نمیدونم هیستوریک کارز تو آمریکا، سوئد، آلمان، فرانسه اگه اشتباه نکنم، اینا رو دانلود کرد و پرینت گرفت. ما خوندیم، ما اومدیم دیدیم چه فاکتورایی، چه آیتمایی مهمه. اینا رو بومی سازی کردیم، ایرانیش کردیم. خب یا آیین‌نامه خود بنده پیشنویسش الان تو کتابخونه‌مه، شد 1 صفحه یه پیشنویس نوشتم که آقا خودروهای تاریخی، خودروهای کلاسیک چه ویژگی‌هایی دارن تو همه جای دنیا. این چه سالی بوده حدوداً؟ 10 سال پیش، 11 سال پیش، همون مصادف همزمان با اون نمایشگاه نیاوران. اگه اشتباه دقیق بخوای باید 88 89. آره. بعد گفتیم خب از کجا شروع کنیم؟ رفتیم ستاد تبصره 13 آقای داشی اگه اشتباه نکنم یا داشی وقت گرفتیم، 3 نفری رفتیم اونجا، آشنا شدیم، دوست شدیم. حالا تو بیای یک نهادی که اومده
شمشیر رو از رو بسته برای این ماشینا، میگه اینا باید برن اسقاط شن. بگذاریم پشت پرده فلسفهشون چی بود، چه فلسفه درست بود یا غلط، با اون کاری نداریم، اون خودش یه بحث دیگه است. تو به کسی که میخواد این ماشینا رو نابود کنه بیایی بگی آقا نابود نکن. چجوری باید اینو بهش بگی؟ یعنی یک سیاست، خیلی ما با سیاست اینها تاریخی هن، اینا زیاد خلاصه ما اونا به جای که مردم شستشو مغزی دادن، ما اونا رو شستیم. اینا که دارم میگم اینا حاصل چندین هفته و چندین بار جلسه است. خلاصه شدی. ستاد تبصره 13 قبول کرد. گفت آقا باشه. حتی ما فراتر رفتیم، گفتیم آقا یه سری مراکز اینا جمع شده داره اسقاط میشه، گفت ما دستور میدیم اسقاط نکنن، شما برید اونایی که با ارزشه بذارید کنار، اونایی که دیگه چیز نیست اسقاط. حتی تا این حد با ما همکاری کردن. ستادی که داشت اینا رو نابود میکرد یه دفعه گفت آقا همه چی. یکی از جلسات مهممون با فنی مهندسی راهور بود، سرهنگ 2 اسمش هم، حالا اونم خیلی به ما کمک کرد، سرهنگ ضیاءالدین. رفتیم اولین بار که 3 نفری رفتیم تو اتاق آقای سرهنگ ضیاءالدین، یه میز بلند، ایشون پای پنجره اول میز نشسته بود، پشت میز خودش، اینم یه میز کنفرانس. ما این ته میز نشستیم 3 متر 4 متر با ایشون فاصله. امرتون چیه؟ گفتیم والا ما از طرف کمیته کلاسیک فدراسیونیم، یه همچین داستانیه، ستاد تبصره 13 داره این ماشینا رو داره اسقاط میکنه، اینا گنجینه های ملی هن، بالاخره باید بمونن. گفت نه از نظر ما اینا باید اسقاط بشن. اولش اینجوری گفت، دیگه ما یه خورده اصرار کردیم، یه سری دلیل آوردیم، آقا همه جای دنیا اینجوریه، اینا ارزش دارن، اینا بعضیاش اونور قیمتیه. گفت میشه خواهش کنم بیاین جلو بشینین. ما از آخر میز رفتیم اون اول میز پیش خودش. خوب گوش کن. گوشیشو در آورد، رفت تو آلبومش یه سری عکس ماشین نشون داد. گفت میبینی این بنزو، میبینی این اولدزموبیل، یه اولدزموبیل کوپه بود، یه چیز عجیب و غریب. میگفت کارت آیدی کارت چیزش وین نامبرش یه کارت بود تو گلگیرش جیب داشته. عجب. گفت اینا رو میبینی؟ اوپل جی تی 9. گفتم این ماشینا کجاست جناب سرهنگ؟ تو این بحثای فنی هم من میرفتم جلو، چون خیلی راحت همه رو آروم میکردم. گفتم کجاست این ماشینا جناب سرهنگ؟ گفت اینا رو من سقف زدم. گفت من یه خواهشی از شما دارم. گفتم چی؟ گفت هر قانونی دارین مینویسین، هر قانونی دارین هر کاری میخواین بکنین زودتر بکنین. من دارم ماشینای با ارزشی رو سقف میزنم. خب چطور خودش میدونست این کارو؟ منم از در شوخی دار راحت صمیمی شدیم. بودم جناب سرهنگ نه به اول جلسمون که گفتیم، گفت آقا من چه میدونستم شما کی هستین؟ من یه کمی گذشت دیدم شما دلتون داره میسوزه. من خودم میدونم داره چه فاجعه‌ای اتفاق میفته. تو رو خدا هر کاری میکنی ما هم به شما کمک میکنیم و انصافا هم کمک کردن. خلاصه ما گفتی ببخشید، گفتی یه سری ماشینا رو تونستی از تو اسقاط در بیاری، اینا چی بود؟ بچه شد؟ نه یک سری بعد اون وقت بخشنا. حالا به اونجا میرسیم. این کار با کمک آقای یار محمدی و یه کارگروهی بعداً تشکیل شد که بعد بخشنامه شد آقا اینا رو فعلا اسقاط نکنید، اینا صبر کنید، آهن از جای دیگه تهیه کنید، اینا رو فعلا ذوب نکنید. خلاصه ما با راهور و با ستاد تبصره 13 بعد یه روز دکتر اومد تو دفترش صدا کرد، من و آقای اسفندیاری رفتیم. گفت آقا اون موقع فدراسیون رئیسش آقای مهندس قلبانی بود، خیلی نمی اومد، خب درگیر شرکت نفت بود. نایب رئیسش آقای شهریاری بود. آقای شهریاری هم گرفتار بود. دکتر گفت آقا یه خود کارا داره کند پیش میره، آقای شهریاری گرفتاره و شاید اولویتش نیست این پلاکای تاریخی، ما کارمون داره کند پیش میره، ما مجبوریم از یه ارگان دیگه کمک بگیریم. خودش کانون رو پیشنهاد کرد. و کانون سابقه داره، سابقه فعالیت خودرویی داره، قدمت داره، قوی تره،
بودجه داره و بعدم ممکنه که پلاک ها رو راهنمای رانندگی اصلا خودش بده، صادر کنه. منم گفتم دکتر ما به تنهایی نمیتونیم این کار رو بکنیم. گفتم ما خودمون استارتش زدیم. گفتم باشه ولی یه دست صدا ما نمیتونیم، ما ضعیفیم. باید اولا پلاک در حیطه راهوره. هر چقدر شما اصلا رئیس جمهور باش، پلاک یک خودرو رو باید بالاخره راهبر راه مجوز بده. نه آره. بعد از لحاظ کارهای اداری هم ما نمیتونیم. ما بعد گفت ما اگه بریم سمت قانون ما این کار رو شروع کردیم. گفتم باشه ما شروع کردیم، تا دیر نشده، لوس نشده، فراموش نشده، ماشینای بیشتری بیایم با کمک دیگران انجام بدیم. دارم اینا رو خلاصه میکنم. یه کارگروه تشکیل شد، کمیته کلاسیک فدراسیون، کانون جهانگردی بخش خودرویی، راهنمای رانندگی راهور، وزارت صنایع، محیط زیست 6 تا بودیم، شهرداری شاید. یه کارگروه آقای یارمادی فوری گرفت و کارو برد جلو. کارگروه تشکیل شد. حالا ما میخوایم اینو بیایم، این باید بشه یک آیین‌نامه، باید بره مجلس تصویب بشه. جلسات شروع شد. مخالف خیلی داشتیم. یکی از جلسات ما رفتیم توی خیابون آفریقا بود، توی یک سالنی بود مال صدا و سیما. یه میز بود، سر و تهش معلوم نبود. دیدیم کلی اونجا آدم هست. یه خانومی بود از طرف محیط زیست اومده بودن. اینایی که من میگم یه وقت سوء تفاهم نشه، حمله بر گستاخی نشه، ولی این صحبت ها رد و بدل شد. ببین اولش اینا باور نداشتن، بعداً ما صحبت کردیم اینا متقاعد شدن. اون خانم محترم تو جلسه گفت که نه خدای این توی راهور بود، این گفتگویی که دارم میگم. خانم گفت که آقا اینها از نظر ما فرسودن، محیط زیست رو آلوده میکنن، اینا نمیدونم کاربراتوری ان اکثرا چی. خب منم اینا همه توضیحات فنی میخواد. منم خب چون فنی بودم گفتم خانم لزوما بحث کاربراتور یا انژکتور، هر انژکتوری پاک نیست، هر کاربراتوری هم آلوده نیست. ما اولین سیستم سوخت‌رسانی انژکتور مال 70 سال پیشه و ما تو این ماشینا خیلی هاشون انژکتورن. گفت من دیزل نمیگم. گفتم منم دیزل نمیگم، بنزین انژکتور. بعد گفتم خانم با هم سوال، گفتم من یه سوال از شما بپرسم. گفتم سن فرسودگی از نظر شما چیه؟ چند ساله؟ گفت بالای 25 سال. گفتم سن فرسودگی از نظر شما برای خودروی سواری چند ساله؟ گفت بالای 25 سال. گفتم بسیار خوب. اگر ما بیایم تمام خودروهای بالای 25 سال سن تهران رو ببریم تو قعر اقیانوس دفن کنیم، اصلا دیگه وجود نداره، خیالمون راحت، هوای تهران تمیز میشه. خود من نگاه کرد، گفت البته نه. گفتم پس مشکل خودرو نیست، مشکل چیز دیگه است. بالای 25 سال بریم مثلا نابود کردیم، تمیز میشه هوا؟ کمون که نمیشه. من یه پرانتز باز کنم، امروز بارون میاد، فردام بارون میاد، پس فردام بارون میاد، 3 روز، روز 4م هوای تهران تمیز، دماوند رو میبینی، 10 ساعت نمیکشه دوباره میبینیم که سیاهی اومد. این مال خودروهای بالای 25 ساله، این مال خودروهای کاربراتوریه، اینا مال موتورسیکلت ها. چرا ما خودمون رو داریم گول میزنیم؟ مشکل چیز دیگه است. خلاصه این یکی از مشکلات ما بود با محیط زیست که بعد پذیرفت. باز یه سرهنگ بود، سرهنگ اسدیان، مرد بسیار منطقی، بسیار آقا. ایشون هم اول کار یه ذهنیت منفی داد. گفت آقا اینا خب از لحاظ ایمنی ممکنه خطرناک باشن. گفتم آقا هر تصادفی تو دنیا اول خطای انسانیه. من ماشین بدون ترمز از شمال آوردم تهران، تصادف هم نکردم. طرف میشینه ماشین ABS داره، ایبک داره، رادار داره، میزنه 4 نفرم میکشه. پس خطای انسانی عامل تصادفه.
گفتم آقای سرهنگ، آیا در مراکز معاینه فنی کشور میزان رطوبت روغن ترمز اندازه‌گیری میشه؟ گفت نه، مگه نیازی هست؟ گفتم بله عزیزم، هر 6 ماه باید روغن ترمز عوض شه، چون رطوبت میگیره و تراکم پذیریش کم میشه، هرچی فشار میدی نمیگیره ترمز. این تو آلمان هر 6 ماه دستگاه میذارن، رطوبت داره کل روغن ترمز همچین چیزی. گفتم پس شما چیزای مهمتر رو رعایت نمی‌کنین، اومدین گیر دادین به ماشینی که تازه با تکنولوژی اون موقع ساخته شده و یه بار مصرف نبوده. گفتم سیستم سوخت‌رسانی انژکتور بله 8 تا مزیت عمده داره، ولی به شرط اینکه قطعات اصلی و سوخت مناسب توش استفاده بشه. شما یه سیستم انژکتور قطعات تقلبی سوختتون کیفیت نداشته باشه، این آلوده میکنه. باز یه پرانتز باز کنم، اون که روز 4 تمام تهران آلوده میشه به دلیل اینه که تمام این خودروها اگه ما 4 سیلندر فرض بگیریم، نه 6 سیلندر، نه 3 سیلندر، نه 8 سیلندر، تمام ماشینا 3 میلیون خودرو، 2 میلیون خودرو، 2 میلیون 4 سیلندر، خب اینا هر کدوم یه پمپ آلودگی هواست. چرا؟ سوخت بی کیفیت، قطعه یدکی تقلبی و فرهنگ بسیار غلط رانندگی. خیابون میخوای بری اینجا راه داره بپیچی، میبندنش، باید بری صدها متر دور بزنی، اسمش هم گذاشتن کنترل هوشمند. خب این تو از این بری نقطه B دوباره برگردی به A، سوخت داری مصرف میکنی، داری هوا رو آلوده میکنی. مثلا سفر غیر ضروری، سفر غیر ضروریه. تو خود میدونی. پس این که هوا، گفتم جناب سرهنگ پس مشکل ماشین نیست، مشکل چیزای جانبیشه. اینا حالا خیلی دارم خلاصه میگم. بعد از چندین جلسه اینا قبول کرد، گفتن آخه اینا پس ما اومدیم نوشتم آقا محدودیت تردد سالی 5000 کیلومتر. گفت اون آقای سرهنگ گفت خب ما از کجا؟ گفتم آقا این ماشین ها الان دیگه این فرهنگ تموم شد، این با یه بنز مثلا 1978 تمیزش نمیره، به خدا نمیره مسافر کشی. اینو گذاشته توی پارکینگ زیر 3 تا چادر، سالی 5000 کیلومتر هم من خودم آلفا رو 11 سال خریدم، 1000 کیلومتر باش سوار نشدم. بله. برای اینکه مناسب نیست، خطرناکه من بخوام بیارمش تو خیابون، برای ماشین خطرناکه، یه قطعش از بین بره من باید کلی. گفتم این یه فرهنگ دیگه، مردم ماشینای قدیمیشون رو به راحتی نمیارن تو خیابون. شما با خیال راحت مطمئن باش که بیشتر از 5000 کیلومتر هم سوار نمیشن، که پذیرفتن سالی 5000 کیلومتر. یکی باز تو جلسه گفت آقا خب کیلومترشو باز میگه. گفتم عزیز من این بخواد کیلومتر اونو باز کنه باید بره خواهش تمنای کلی باتری ساز و اینا، اصلا اجازه نمیده آچار هر روز بیفته به این ماشین. دیگه دکون بقالی نیست درشو وا کنی ببندی، یه بار بازسازی کرده یا ماشینش بکره، اصلا اجازه نمیده آچار بره سمت این ماشین، پس نمیکنه، کیلومتر باز نمیکنه. هر بهانه‌ای آوردن. من یه توضیح فنی دادم. یعنی در حقیقت این 5000 کیلومتر ابداع شما بود برای کاهش اون فشار، فرمالیته، برای اینکه از لحاظ روانی اینها میگفتن آقا اینا راه میافتن تو شهر، ما گفتیم آقا سالی چند هزار کیلومتر، 5000 تا خوبه. گفتن آره کمه، خوب. گفتم 5000 تا هم سوار، واقعا هم سوار نمیشن. نه واقعا هم کسی سوار نمیشه، ولی خب هیچ کسی هم کنترلش نمیکنه که اگه مثلا شد 6000 کیلومتر. بله. خب من برای اینکه تنش‌های روحی، موضع‌گیری‌های دولتی‌ها رو نسبت به این ماشین‌ها بیاریم پایین، یه سری تبصره‌های اینجوری گذاشتیم تو آیین‌نامه. و این آیین‌نامه اون چیزی که من نوشتم 1 صفحه و نیم. آقا بیمه مثل بقیه، که بعد تازه ما می‌خواستیم یه کاری بکنیم بیمه اینا خیلی بیاد پایین، مثلا بیمه مثلا تخفیف آنچنانی. صحبتاش هم کردیم، یه عده سوء استفاده کردن، مثلا با کارت ماشین شما من رفتم کلی از بیمه گذاشتم جیبم، بیمه هم قانع نمی‌کنه. ما جنبه نداریم دیگه، خراب می‌کنیم، فقط می‌خوایم ببینیم کجا پول بره تو جیب ما. خلاصه کل این آیین‌نامه 1 صفحه و نیم بود، ولی بعداً هر ارگانی، اون 6 تا ارگان کارگروه، نظراتشون رو اعمال کردن و این تبدیل شد به یک آیین‌نامه شاید 4-5 صفحه‌ای متاسفانه، که دیگه اون موقع من خیلی نقشی نداشتم
این آیین‌نامه بزرگ شد، چاق شد. من همیشه میگم این گوشت قربونی هر کی رسید تیکشو کن به نفع خودش. چند تا تبصره و ماده و قانون بهش اضافه شد. هر کی اومد ببین مثل اینه که من امروز مثلا این ماشین شما رو میخرم، شما ماشین رو عین فابریک کمپانی بازسازی کردی، حتی پیچاش هم آوردی از کارخونه تولید کننده. من وقتی از شما میخرم برای اینکه نشون بدم من نقش داشتم تو خرید این ماشین، رنگش عوض میکنم، تو دوزیش عوض میکنم، چراغاشو مثلا لنزی میذارم. این لوس بازی ها. این آینه هم هر کی رسید گفت نه ما برای اینکه ما الان باید این تبصره رو اضافه. یه دفعه شد یه آینه 4-5 ساله. الان شما فکر میکنی حالا بعد از تقریبا 10 سال از این چیزی که نوشتی، این چیزی که حالا اجرایی شده 10 دهه گذشته، چند درصد با اون چیزی که شما نوشتی همخونی داره؟ اجراش همونه، ولی بند و مفاد آیین‌نامه میتونه دست و پاگیر باشه. ببین ما اینو ساده نوشتیم. شاید اگر ما تراکمی یک صفحه هم بیشتر نمیشد، 1.5 صفحه شد. آقا بیمش مثل بقیه، معاینه متناسب با استانداردهای زمان تولید، عین جمله است. یعنی اگه ماشینی اون موقع مثلا کمربند ایمنی فقط شکم داشته، شولدر نداشته، شما فقط همینو، یعنی 2 پایه 2 نقطه‌ای نه 3 نقطه‌ای. مثلا یه ماشینای ما داریم که اینا ستون بی ندارن دیگه، یا مثلا جای اصلا نقطه شانه ندارن، فقط شکمه، با همون بهش معاینه بدیم، سخت نگیریم. خیلی مختصر ما این آیین‌نامه، ولی متاسفانه این آیین‌نامه یکی اومد گفت آقا اگه این 6 سیلندر رو بکنی 8 سیلندر، یکی گفت 8 سیلندر. همه مواضع و منافع خودشون رو در نظر گرفتن. خب و هی دیدیم زیاد شد. منم یه روز گفتم آقا دیگه به من مربوط نیست، فقط جلوی اسقاط اون ماشینا رو بگیریم. خب یه بحث دیگه که هستش خیلی از من میپرسن، دوست دارم شما که حالا تو این کار وارد هستید و خودتون نوشته اینو مشخص کنید. بحث مالکیت این ماشیناست در صورتی که پلاک تاریخی بگیرن، چون مالکیت سر جاشه. میخوام توضیح من بذار بهت بگم، هی میگی تو نوشتی، من به کمک آقای اسفندیاری و دکتر نوشتم. ما 3 تا فکر گذاشتیم رو هم، این پیشنویسشو نوشتیم. من به تنهایی کاری نکردم بگم اینا. نه منظورم کسی که از نزدیک باهاش آشناست. ببین عزیزم، مالکیت اتفاقا نوشتیم، مالکیت به صورت همین حقیقی هست. ماشینی که مال منه. پلاک تاریخی گرفته دیگه، من که واگذارش نکردم که. خب این برای اینکه به عنوان یک جنس تاریخی در صنعت حمل و نقل، در ناوگان حمل و نقل شناخته بشه، پلاک تاریخی اونم دل بخواهی قرار بود باشه. بعدن باز یه صحبتایی شد که آقا اگر دیگه یه ددلاینی گذاشتن آقا همه باید تا این تاریخ بیان، که موفق نشدن. ولی شنیدم باز این به قوت خودش باقی، یعنی شاید در آینده نزدیک پلیس بیاد بگه آقا ما دیگه ماشین مثلا بالای 25 سال پلاک ملی نداریم، یا باید تاریخی بگیری یا باید اجازه تردد نمیدیم، که این هم به نظر من باز درست نیست. الان مثلا توی خیلی شهرهایی که سخت میگیرن، فقط مثلا تو آمریکا، تو کالیفرنیا من شنیدم حتی اگه بالای 30 سال 40 سال باشه سن ماشین، با دودش هم کاری ندارن. خیلی نمیاره تو شهر که بخواد دودش حالا مشکلی داشته باشه. اصلا خیلی‌ها، من چون اونجا خب دیدم، میرن مثلا فرض بکنید اگر سن ماشین کلاسیک 25 سال حساب میشه، میرن دنبال ماشین 23-4 سال، چون 1-2 سال که روش ثبت بکنن یهو شامل یه تخفیف خیلی زیادی میشه و کلی میره رو قیمت ماشین هستن. یعنی یه کمک‌هایی اونجا میکنن، قوانینشون اینقدر دست و پاگیر نیست. ببین من دارم باز میگم، اینا همه روز اول از ستاد تبصره 13 به این دلیل وضع شد این قانون. اصلا خودروی فرسوده یعنی چی؟ بافت فرسوده. آقا یه مثلا یه همچین خونه‌ای باید فرسوده است بکوبیم، بعد مثلا الان مثلا این پارکتش الان 50 سالشه تکون نخورده، این فرسوده است، بعد فردا یه خونه نوساز بسازیم، یه سنگ بذاریم، بعد 6 ماه سنگ بلند میشه. خودت میدونی که هر چیز قدیمی چون اصولی ساخته شده 50 سال کار کرده، 50 سال دیگه هم کار میکنه. اصلا فلسفه غلط بود. خودروی فرسوده، این من یه باور غلطی بود که تزریق کردم به مردم که یه کارهای دیگه انجام
پلاک‌های تاریخی. بعد دیگه پلاک‌ها دیگه کارگروه تشکیل شد، خیلی هم قوی. بعد رفت این آیین‌نامه مجلس تصویبش کرد. روزی که من شنیدم مجلس اینو تصویب کرد واقعا خوشحال شدم. یعنی تو این بحبوحه، تو این بحران تحریم کشور اومد یه کار مثبت خیلی خوب برای این ماشینا انجام شد. واقعا دستشون چه سالی بود یادته؟ فکر میکنم 7-8 سال پیش، 6-7 سال پیش تصویب شد و خیلی میگم کارگروه آقای آرمادی خیلی دوندگی کرد و همه به قول معروف دست مجلسی ها درد نکنه که اینو تصویب کردن. آقا جلو نابودی یه سرمایه فرهنگی تو جلو نابودیش داریم، هیچ ضرری نداره برای ما که. علت آلودگی هم اینا نیستن. من فقط حالا این بحث رو می‌خوایم تمامش کنیم، یه شبهه‌ای دارم راجع به اون بحث مالکیتی که گفتید که یک تبصره و بندی داره، حالا من همچین دقیقش رو خاطرم نیست، یعنی یه چیزی که حالا نوشته شده ولی اجرایی نشده، حالا شاید من دارم اشتباه. چی خوندی شما؟ حالا اگه پیداش بکنم مثلا میتونم بذارم توی این من ماشین مرحوم پدرمو بردم برای ثبت نام کردم برای تاریخی، بردم کارشناسی شد، رفتم تعویض پلاک، دیگه ماشین نمیخواد ببری، پلاک ها و سند قبلیشو دادم، پلاک تاریخی و سند سبز که فقط نوشته تاریخی، سند هم عین ماشینای دیگه است، گرفتم و به نام خودم هم گرفتم چون وکالت داشتم از مادرم برادر. من نگاه میکنم این فکر میکنم تو اون تبصره‌ها یه چیزی باشه که یه ذره با اون مالکیت تضاد داره که همون اصلا باعث نمیشه. من همچین چیزی ندیدم. من اتفاقا نسخه نهایی آیین‌نامه رو دادن به من که مال کارگروه بود، خوندم، خیلی شاخ و برگ اضافه شده ولی مالکیت به قوت خودش باقیه. یعنی مثلا چی؟ یعنی مثلا میراث فرنگی بیاد ماشین شما رو بگیره؟ حالا جمله دقیقش رو یادم نمیاد ولی خب میتونیم حالا نگاه کنیم. نه یک چیزی ما تو همون آیین‌نامه اولیه پیشنویس که من نوشتم، آقا خروج این خودروها از کشور ممنوعه مگر با اجازه مثلا کارشناسا. اون موقع کارشناس بود، بعد شد کارگروه. یعنی به چه دلیل؟ شما چون اینا سرمایه های کشورن، ماشین مال شماست خب، ولی نمیتونی از ایران ببریش بیرون. ما با این کار اومدیم گفتیم آقا چه ماشینای با ارزشی از ایران رفتن دیگه، چه دولتی چه شخصی، رفتن اونجا فروخته شدن و دیگه چیزی نمونده. خب این اومدیم گفتیم آقا خروجش ممنوع مگر با نظر کارشناسا، برای شرکت در رویدادها یا همایش‌هایی در خارج بلا مانع است. یه چیز دیگه هم باز حالا یادم اومد، ولی مالکیت مال شخصه. حالا شاید در حقیقت اینو حالا خروج رو با فروش شاید یه سریات قاطی می‌کنن. آفرین. ما که میدونیم ما یه متن رو ما ایرونی‌ها مثلا شما خودت تو کلاسیکوپدیا توضیح دادی، یارو میگه این مثلا محلش کجاست، شما میگی آقا بخون متن. ما فقط تو دیوار میخونیم، دقیق نمیشیم. خروج با مالکیت شاید این دوتا با هم اشتباه گرفته شد. یه نکته ریز دیگه هم یادم اومد، یک بحثی بود اوایل زمانی که این پلاک تاریخی قرار بود شکل بگیره که باید تحت نظارت جای خاصی این ماشین بازسازی بشه یا نه. اون چیزی که ما سه نفر تو اون پیشنویس نوشتیم، من اصلا کاش اونو برات می آوردم. نوشتیم، هی خط زدم، اصلاح کردم، هنوز هست. بعدن اگه تونستی مثل دست نوشته های انیشتن که 3 میلیون یورو، اینم الان بفروشم قیمتیه. همش هست. اون تو نه هیچی. ما نوشته معاینه مثل بقیه، بیمه مثل بقیه، تردد. پس این بحثی که باید این ماشینا مثلا توسط آقای ایکس فقط بازسازی بشه و آقای ایگرگ فقط فنیشو نگاه کنه که حتی اجرایی نشد هیچ وقت، نشد. این بحث از کجا اومد بیرون؟ شاید یه سری آدما حالا استفاده داشتن، سعیشونو کردن. اون که گفتم گوشت قربونیه، اینا هر کی اومد گفت آقا ما نظر ما رو اعمال کنیم و برای همین طول کشید. هی اینا اضافه میکردن یه بند، اون ستای دیگه میگفتن نه، اون خطش میزدن، یکی از اون ستا دوباره یه بند اضافه میکرد، اینا خطش میزدن. هی کم و زیاد شد، هی تا اینکه بالاخره یه چیزی اومد بیرون.
و اون خروجی نهایی رو من دیگه هیچ نقشی توش نداشتم و مخالف خیلی از اون بنداش بودم و هستم. برای اینکه هرچی اینو سخت بگیری ما یه چیز کلی نوشتیم. چیاشو مخالفی میتونی مثلا اون بنداشو بگی؟ یکی همینی که شما میگی. مثلا یه جا نوشته بود که آقا مثلا موتورش حالا اگر مثلا موتور اصلیش نمیدونم 6 سیلندر رو بکنی 8 سیلندر اشکالی نداره، همچین چیزی من خوندم تو یکی از این بنداش. خب این اگه قراره که اون اصالت خود رو حفظ بشه باید همون انجین خودش باشه. حالا انجینش گم شده نیست، الان مثلا 500 انجینش نیست، خب از ارزشش کم کرده ولی هنوز ماشین وزینیه. اگه انجین خودش رو پیدا کنی که دیگه زدی تو خاک. یه ماشینی هم که بنده دارم این دیگه نظر کارگروهه، موتورش رو پیدا نکردم، موتورش اصلا از بین رفته، نابود شده، من باید یه موتور با شبیه خودش پیدا کنم بذارم روی این ماشین. ولی دیگه اگه بخوام اینو مثلا بکنم 6 و 8، خب این یه شیطنتیه دیگه، میخوام یه جوری هویت ماشین رو میخوام عوض خب الان میشه 6 و 8 کرد یا نمیشه؟ نمیدونم بخوام. چون اینم دقیقاً یه چیزیه که دقیقاً خیلی از من میپرسن و منم نمیدونم. خب شما به نظر من باید بری از کارگروه بپرسی، برای اینکه کارگروه یکی از چیزایی که خیلی ما دعوا داشتیم روزی که قرار شد این آیین‌نامه اجرا بشه و دور اول کارشناسی‌ها همه اومدن گفتن که آقا کارشناس فنی خودروهای پلاک تاریخی باید آقای افشار باشه. منم گفتم آقا من چون نمیخوام دوستیم و روابطم با دوستان به هم بخوره، کارشناسی نمیکنم، میرم کنار وامیستم. همه گفتن نه شما بی‌طرفی بار فلان، گفتم نه و نکردم این کارو. هیچ وقت نکردین؟ هیچ وقت. هنوزم که هنوزه، مثلا خب الان از این داستان 7-8 سال گذشته، 6-7 سال، گفتن آقا شما باید اولین کارشناس باشی، خودت آیین‌نامه رو نوشتی، معرفی میکنیم از فدراسیون، یک کارشناس از فدراسیون باید میره، یک کارشناس از کانون، 2 نفر که اول تشخیص بدن این ماشین ها کلاسیک هست، ارزش تاریخی دارد یا نه. کارشناس های راهبر هم بیان اصالت ماشین ها، آیا این موتور، این شاسی دستگوبه نیست، سوابق تو کارتکس های فنی مهندسی درست نیست، اینا رو همه میبینن، چک میکنن. من قرار بود کارشناس تاریخیش بشم، قبول نکردم، هنوزم قبول نمیکنم. من فکر میگم شما این کار رو انجام دارین میدین. نه. ولی روزی که ماشین پدرم بردم خب بودن مثلا 2 کارشناس، یکی از میراث کانون، یکی هم از فدراسیون بودن و هنوزم هستن، دارن کار میکنن. کارشناسای راهبرم هستن میان. خب خیلی ماشینا دیگه معلوم الحاله. ولی یه مثلا سرهنگ اسمش نمیدونم اومد ماشین، مثلا ماشین پدر منو دید، اینم من با خودروبر بردم، خب پلاک ترامین بود دیگه، نمیتونستم رانندگی کنم باشه. ماشین روشن کردم، عقب‌ها آوردم، ماشین آخرم بودم. این سرهنگ یداللهی اومد همه ماشینا رو دید، رسید به ماشین، به فیات بابا. گفتم که خب بعد به سرورد دستش بگو ببین ماشین اینجوری نگه می‌دارن. گفتم ماشین مرحوم پدرم. گفت خدا را. گفتم روشن کنم. گفت نمیخوام. گفتم شما همه رو روشن میکنی، گاز میدی. گفت شما روشن کردی از کفی آوردی پایین، من همه چی دیدم، نمیخواد روشن کنی. گفتم این کولر داره فابریک، شماره موتورش بد جاییه. من قبلا کمپرسور رو باز کردم، عکس گرفتم تو گوشیم، قبول میکنی؟ گفت بله. به سرگرد گفت همین شماره گوشیشون رو بنویس. اونا آدم این کارن، میدونه چه ماشینی ناراحته، چه ماشینی ناراحت نیست. اینه که بهتره که ماشینای معلوم الحال و شسته رفته ببرید اونجا، نه اینکه ماشینی که حالا یک کارایی روش کرد. خب در عمل ولی اون به همین دلیل من کارشناسی رو نپذیرفتم. خب ولی بالاخره همون کسی که اونجا داره کارشناسی میکنم دقیقاً همین موزلی که شما داشتید رو داره دیگه. ولی من تا حال، یعنی من اون چیزی که دیدم، چند بار رفتم اونجا، دیدم واقعا کارشون دارن درست انجام میدن. همون لحظه به شما نمیگه چه خبره ها، ماشین رو میبینه، میرن بعدن جلسه تشکیل میدن برای هر ماشینی، خوب زیر روش میکنن که بدن یا ندن. من موردی ندیدم.
کارشناسی هم نکردم، خدا رو شکر که در حاشیه‌ام، چون میخوام دوستی ها بمونه. یه چیزایی یه زمانایی، ولی من احساس میکنم شاید زیر سیبیلی رد کرده باشم. شاید، من نمیدونم. من کلا اونجا 3 بار رفتم. یه بار ماشین پدرم رفتم، یه بار یکی از دوستان مسافرت بود ماشینشو بردم، یه بار دیگه هم نمیدونم. 3 بار رفتم و دیدم دارن یه سری خوب میدیدن دیگه، حالا شاید یادشون رفته، خطایی بوده، ولی خدا رو شکر که به هر حال بعد 10 دهه این آیین‌نامه تصویب شد. حالا با یه سری شاخ و برگایی که دادن به آیین‌نامه که نباید میدادن، داره اجرا میشه و یه سری ماشین‌های خوب دیگه نابود نشد. از طرفی ویژگی منفی که داره متاسفانه شد یه جور کاسبی برای یه عده که به قول معروف به مرور به ما ایرونی‌ها میریم ته کارو در میاریم. انقدر یارو میزنه تا بالاخره بتونه یه ماشین رو بهش هویت بده و بعد داستان آخه جالب اینجاست که مثلا من یه چیزی که باش مخالف بودم این بود که اگر این پلاکه بره روی ماشین قیمتش میشه 2 برابر. نباید بشه. اومدم گفتم آقا ما مثل هر جای دیگه دنیا، یارو میاد میگه آقا 280 SLW 113 درجه 1 2 3 4 5 قیمتاش اینه. گفتم یه اینجور چیزی ما اینجا لازم داریم برای هر ماشینی، به ریال بنویسیم یا به دلاریش، چند تا خبره این کار، پیشکسوت این کار، بدون جناحگیری منطقی بیان قیمت درارن. الان شما میگی مثلا ژیان گذاشته بود 120 میلیون تومان، حالا نگاش میکنیم آقا چرا؟ آقا کلاسیک. این پلاک تاریخی میگیره. این روزا رو من میدیدم، این خطر بزرگیه، اینو باید یه فکری براش کنیم. خب یه ذره استراحت بکنیم.